ترک کنید به خاطر الله. بگو من به بیمارستان داخل نمیشوم. یعنی من پیشتر هم گفتم، همین دوره به شاگردها هم گفتم که من در ترکیه شاگردان دارم که میگویند من جای کاری که با پول زیاد بود، دانشگاهی که کورس دوم و سوم و چهارم طب بود ترک کرده بودم به خاطر حجاب. وقتی در ترکیه همین قانون بود، اما دیدید که ترک ها کامیاب نشدن، برای آنکه غیرت زنهای ترک بود که یک و یک بار سطرش را نمیکشید. اکثریت آنها از بحر جای کار برآمده بودن، از بحر بیمارستان برآمده بودن. یعنی نباید به این آسانی از بحر شرف خود برایم. یک انسانی که مثل خودم هست امروز به من آمده میگه گردنت را کشام، من هم میکشایم. چه خیلی گفتم فردا اینها چیز دیگر طلب میکنن. چگونه که گفتن کرته و اطلس، کرته اطلس کرته ملی هست. امروز دیدید کرته های اطلس چگونه هست؟ کرته های اطلس مینی یوبکه هست امروز در تاجیکستان. یعنی نامش اطلس است، لباس برهنه بگی و شرمندگی هست و یگان نفر در این باره صحبت نمی کند که این گویا لباس ملی بوده است. 100 سال پیش بی ما ببخشید با اطلس های مینی برآمده در کوچه راه می رفتند و می گشتند که ما همین گونه فرهنگ داشته. امروز آمد زوری هم رسید به حجاب، آن هم به حجاب دو سه خواهر پاک دامن، نه به دو سه بلاگرانی که حجاب را مسخره گرفتن، یا به دو سه نفران دیگر که من شخصا میشناسم، آنهایی که در کرسی می نشینند، مقام های بالا هم دارند، زنی حجابدار دارند، عروسی حجابدار دارند، خواهری حجابدار دارند، کسی به آنها چیزی نمیگوید. پس خواهری عزیزم وقتی تو هم کمی صبر کردی، چه خیلی گفتم بیا بگو من همون طرف شما، یا گفتم جریمه شما را میدهم، یا بگو اصلا من به بیمارستان نمیروم، بگذار در خانه بباشم. یک راه برای ما کشاده می شود. نباید با این آسانی از بحر حجاب برآمد و به یگان واکنش، یعنی از بیرون واکنش دیگر هست. اما خواهری که یک نفر آمده میگه سطرت را کش و به زودی سطر خود را میکشد، یا اینکه او را میبرند اشتراف میکنن یا گفتیم جریمه میبندن، با همین کلان سطر را میکشد. بعد از این باید فکر کنیم شاید وقتی اون رسید که برایم از بحر وطن و از بحر خانه و در و از بحر همه چیز، تا که به ناموس ما این گونه تجاوز نشود، به عزت و شرف ما، به حجاب ما این گونه تحقیر نشود. از این هم تحقیر، یعنی چه خیلی گفتم شاید که در داخل اسرائیل امروزه همین یهودهایی که کل دنیا اینها را شناخت، همین گونه تحقیر نسبت زن مسلمان نشود، همون گونه که در ما همین نواری چند روز پیش رو دیده.